به روز رسانی جدید آیکون پک تدی با ویژگی های جذاب. آیکون پک تدی های قبلی که معرفی کردم رو گوشی های شیائومی جواب نمیداد و روی یه سری از گوشی های سامسونگ هم جواب نداد. اما تو این به روز رسانی جدید خبر خوش اینه که رو کل گوشی های اندروید نصب میشه و کل آیکون ها به نسخه اصلی تدی که خیلی هم خوشگله آپدیت میشن و ویجت های جدید هم اضافه شده. تا آخر فیلم با من همراه باش تا همونطور که بهت قول داده بودم این آیکون پک رو روی گوشیت فعال کنم. فایل های مربوط به این آموزش رو توی کانال تلگرام براتون گذاشتم. بعد از اینکه از کانال تلگرام دانلودش کردیم و ذخیره‌اش کردیم توی گوشیمون، میام توی فایل‌های شخصیمون این فایل رو پیدا می‌کنیم، روش نگه می‌داریم و روی 3 نقطه بغل میزنیم، برای گزینه اکسترکت میزنیم. دوباره روی اکسترکت میزنیم تا از حالت فشرده خارج بشه. الان از حالت فشرده خارج شد. داخل پوشش که بریم این فایل ها برای ما در دسترسه. فایل اول که مخصوص ویجت ها هست که جلوتر بهش میپردازیم. این دوتا برنامه هم که اینجا اسمارت لانچر رو دوان یو ایکس رو نصبش میکنیم اما بازشون نمیکنیم. حالا وارد برنامه اسمارت لانچر میشیم و بازش میکنیم. حالا روی گت استارتد میزنیم. اینجا حتما این تیک رو باید فعال کنید و روی کانتینیو میزنیم. دسترسی ها رو بهش میدیم. حالا باید این لانچر رو به عنوان لانچر پیشفرض گوشی اون انتخاب کنیم. روی ست از دیفالت میزنیم و اسمارت لانچر رو انتخاب میکنیم. دوباره ست از دیفالت رو میزنیم و این لانچر الان لانچر پیشفرض گوشی ما میشه. حالا روی قسمت خالی از صفحه نگه می‌داریم که این شکل ستینگ برای ما بیاد. این سفیده رو با انگشتمون میکشیم بالا تا تنظیمات کامل برای ما باز بشه. حالا میریم تو قسمت هوم اسکرین، آیکون اپیرنس رو انتخاب میکنیم، میزنیم روی آیکون پک و همون آیکون پکی که اول فیلم بهتون گفتم دوان یو ایکس رو انتخاب میکنیم تا آیکون های گوشی ما تدی اورجینال بشه. این تدی اصلی ترین تدیه، خیلی خوشگله. حالا برمیگردیم عقب. حالا روی گرید پروپرتیز میزنیم و اینجا آیکون سایز رو نوارش رو تا آخر زیاد میکنیم تا آیکون های ما بزرگ و خوشگل بشن و این عدد هم روی 3 میذاریم. عدد اول رو. عدد دوم هم که دیگه سلیقه‌ایه، همین روی 8 به نظرم باشه بهتره. و اینجا یه گزینه داره آیکون لیبل. اگه فعالش کنید اسم آیکون زیرش میاد، اگه غیر فعال کنید اسم آیکون رو نمایش نمیده. که ما غیر فعال میکنیم. برمیگردیم عقب دوباره. حالا میریم تو قسمت اپ پیج. گرید پروپرتیز رو دوباره میزنیم. اینجا هم آیکون سایز رو دوباره تا آخر زیاد میکنیم و این عدد رو از 4 به روی 3 میبریم تا آیکونامون بزرگ و خوشگل بشن. و این دومین گزینه هم یه فضای خالی بین آیکون ها درست میکنه که ما میذاریم روی کمترین حالت. و اینجا هم دوباره آیکون لیبل باید خاموش باشه تا آیکونامون فقط نمایش داده بشه. الان آیکون های ما تغییر کرد ولی خب بازم یه سری از برنامه ها آیکوناش همون قبلیان. الان باید اینا رو درست کنیم. چیکار میکنیم؟ از بالا شروع میکنیم و دونه دونه آیکون ها رو باید شکلش رو عوض کنیم. از ماشین حساب من شروع میکنم. روی آیکونش نگه میدارم، روی ادیت آیکون میزنم، میام پایین و روی دوان یو ایکس میزنم و کلی آیکون هست. شما نکنید چقدر کامله، خیلی زیاده این آیکون ها. یعنی اگه یه مقدار وقت بذارید، حوصله به خرج بدید، کامل آیکون های گوشیتون تدی میشه. و خب به نظر من یک بار این وقت رو بذارید ارزشش داره. و اینجا از بالا میتونید سرچ هم کنید و سرعت کارتون رو بالا ببرید. الان من کلکیولیتر رو، یک کلش رو سرچ کنم، انتخابش میکنم، روی اورجینال میزنم و آیکونش عوض میشه. دونه دونه دیگه این کار رو انجام میدم و با سرچ هم سرعت کار بالا میره. ادیت آیکون رو میزنم، میام پایین، دوان یو ایکس رو انتخاب میکنم، از اون بالا سرچ میکنم کامرا، یه کم زدم اومد و آیکونش رو انتخاب میکنم، اورجینال رو میزنم. به همین راحتی دیگه رو کل آیکون ها تا هر چقدر که جا داره این کار رو انجام میدید و آیکون های گوشیتون رو عوض میکنید. تو آیکون پک قبلی هم ما آیکون مسیج رو نداشتیم. اینجا هم آیکون مسیج رو آیکون کانتکت گذاشته برای ما. ما وقتی که مشکل رو حل کنیم روی آیکون مسیج نگه میداریم، روی ستینگ میزنیم، ادیت آیکون رو میزنیم و میایم پایین، دوان یو ایکس رو انتخاب میکنیم و میگردیم دنبال آیکون مسیج که چند مدل هم داره و ایناهاش.
روش میزنیم و اورجینال رو میزنیم و آیکون مسیجمون هم خیلی خوشگل و مجلسی عوض شد. بعد از اینکه کل آیکون های گوشیتون رو عوض کردید ممکنه یه چند تایی بمونه. اگه آیکون پک اورجینال دیگه جواب نداد میتونید از آیکون پکی که توی پست قبلی معرفی کردم استفاده کنید که اسمش فلافی آیکون بود. به عنوان مثال من الان روی برنامه تمپارک نگه میدارم، ادیت آیکون رو میزنم، نمیرم دیگه پایین، بالا یه قسمت زده فلافی آیکون که برنامه‌شو توی پست قبلی بهتون معرفی کردم. روی این میزنیم و کلی آیکون های تدی داره. درسته اورجینال نیستن ولی خب باز از هیچی بهتره و میتونید از این رو استفاده کنید و کامل گوشیتون رو تدی کنید. بعد از اینکه آیکون ها رو تغییر دادیم حالا میایم توی منو و از اون بالا شروع میکنیم هر برنامه‌ای که تدی شده رو روش نگه میداریم و میذاریم اون بالا تا نظم و ترتیبشون قشنگ رعایت شه و کنار همدیگه قرار بگیرن. خب حالا میریم تو مرحله ویجت ها. اول هوم اسکرین رو یه مقدار مرتب میکنم تو این لانچر، روی صفحه نگه میدارم و میرم کامل توی تنظیمات. حالا میرم توی هوم اسکرین، گرید پروپرتیز و اینجا این عدد بالا رو روی 4 میذارم. 3 خیلی زیاده برای هوم اسکرین. روی 4 میذاریم و برمیگردیم عقب. برنامه اینترنتم این پایین میذارم 4 تا باشه. زومش یه مقدار زیاده. دوباره میرم توی تنظیمات، هوم اسکرین، گرید پروپرتیز و اینجا زومش هم کم میکنم. روی عدد 80 بذارید، 80 بهتره. و این اسمارت سرچ پایینم برمیدارم، روش نگه میدارم، ریموو ویجت رو میزنم، اوکی رو میزنم و این برنامه ها رو جاش میذارم پایین تا فضا برای ویجت ها داشته باشم. حالا برنامه های اضافه رو ریموو میکنم، روش نگه میدارم، ستینگ رو میزنم، ریموو آیکون رو. حتی این ودر بالا رو هم ریموو میکنیم تا خلوت شه. خب حالا اینجا ما به یه سری نرم افزار نیاز داریم. میریم توی پلی استور و تو قسمت سرچ میکنیم فوتو ویجت ایزی و این برنامه رو دانلود و نصب میکنیم. دوباره برمیگردیم عقب و این بار توی قسمت سرچ میکنیم پیکسل ویجت پلاس و این برنامه رو هم دانلوده. روی صفحه نگه میدارم، اد ویجت رو میزنم، میام پایین تر، فوتو ویجت ایزی رو انتخاب میکنم، اولی رو میزنم، حالا روی براوز میزنم، گالری رو میزنم و از توی گالریم عکسایی که اول فیلم براتون گذاشتم این گزینه رو انتخاب میکنم، رو اد رو میزنم، این نوارم روی صفر میزنم، اپلای رو میزنم. الان برای ما اضافه شد. روش نگه میدارم، سایزش رو بزرگتر میکنم تا اونجا که جا داره بزرگش میکنیم. حالا روش نگه میدارم، روی فاین پوزیشن میزنم. حتما اینجا رو دقت کنید چون میخوام ببریمش بالا. روش نگه میداریم، فاین پوزیشن رو میزنیم، قسمت موو اینجا 4 تا جهت داره که آیکونا رو میتونیم تکون بدیم. خیلی چیز باحالیه. تو این لانچر داره، تو لانچرهای دیگه نداره. روی بالا چند بار میزنم یا نگه میدارم و این آیکون رو بالای صفحه گوشیم تنظیمش میکنم. خب حالا برمیگردم عقب، دوباره روی صفحه نگه میدارم، اد ویجت رو میزنم، میام پایین تر، ودر رو انتخاب میکنم و اولی رو انتخاب میکنم، روش نگه میدارم، یه مقدار بزرگترش میکنم. خیلی بزرگ شد. این باید ابعادش به اون بالایی بخوره دیگه. این ابعاد خوبه. حالا دوباره روش نگه میدارم، کانفیگوریشن رو میزنم و بک‌گراند خاموش میکنم و اینجا هم از پایین رنگ وایت رو انتخاب میکنم، سیو رو میزنم. الان ما این ویجت رو باید بزنیم روی ویجت بالایی، مستقیم نمیتونیم این کار کنیم. روش نگه میدارم، فاین پوزیشن رو میزنم، دوباره موو رو میزنم و با این جهت ها این ویجت رو میذارم روی ویجت بالایی و یه حالت غیر مستقیم داره. مستقیم این کار رو ما نمیتونیم کنیم دیگه. جاشو تنظیم میکنیم تا بیاد روی ویجت بالایی بشینه. خب الان اوکی شد. حالا باز روی صفحه نگه میدارم، اد ویجت رو میزنم، دوباره میام روی فوتو ویجت ایزی، یکی از ابعادش رو انتخاب میکنم، براوز رو میزنم، گالری رو میزنم و از بین اون عکس‌ها این بار این گزینه رو انتخاب میکنم برای ساعت. حالا فرقی نداره، سلیقه‌ایه.
یک کدوم از اینایی که گرده یه مقدار انتخاب میکنیم برای ساعت. همین اگه بنفش مناسب تره، روش میزنم، دان رو میزنم، این نوار رو روی 0 میذارم، اپلای رو میزنم و برای ما اضافه میشه. حالا جاشو باید تنظیم کنم. روی فان پوزیشن میزنم، روی موو میزنم و با این جهات جاشو تنظیم میکنم تا اونجا که جا داره میارمش بالا. جاشو تنظیم میکنم. خب الان اوکیه. حالا دوباره روی صفحه نگه میدارم، اد ویجت رو میزنم، میام پایین، پیکسل ویجت پلاس میزنم روش، اولی رو انتخاب میکنم. ساعت خیلی خوشگلیه. روی کلک استایلم بزنید کلی استایل مختلف داره که من از همین اولی استفاده میکنم. مثلا این هم خیلی خوشگله ولی من از همین اولی استفاده میکنم. اپلای رو میزنم، اد تو هوم میزنم تا برام اضافه بشه. حالا روی کانفرم میزنم. الان این پایین برام اومد. دوباره روش نگه میدارم، سایزش رو این مقدار بزرگتر میکنم. حالا دوباره روش میزنم، فاین پوزیشن رو میزنم، موو رو انتخاب میکنم و با این جهات جاشو تغییر میدم. مستقیم نشد، نکنید فقط با این جهات میشه جاشو تغییر داد. و با این فلش ها جاشو تغییر میدم و میذارم روی ویجت قبلی. یه مقدارم بزرگترش کنم. یه ذره اینجا باید با حوصله زیاد برید جلو و کار رو قشنگ در بیارید. الان من یه ذره اینجا ابعادش رو کنم، الان این بهتر شد. حالا دوباره با این فلش ها میذاریمش سر جاش. الان خیلی خوب شد. حالا برای ویجت های بعدی ما به نرم افزار KWGT نیاز داریم. میام توی پلی استور و این بار توی قسمت سرچ میکنیم KWGT. نسخه معمولی شما میخوام. یه دونه پرو داره که ما روی معمولی میزنیم، KWGT خالی انتخابش میکنیم و دانلودش میکنیم. من قبلا دانلود کردم ولی اصلا بازش نمیکنیم. به هیچ عنوان نباید بازش کنیم. بعد از اینکه دانلود کردیم بازش نمیکنیم. قبل دوباره روی صفحه نگه میداریم، اد ویجت رو میزنیم، میایم روی کاستوم ویجت که اون KWGT میشه. رو همین اولین ابعادش انتخاب میکنم، برای من اد میشه. روش نگه میدارم، ابعادش رو به این صورت در میارم میذارم این زیر. حالا یه بار روش میزنم و فلافی آیکون که تو پست قبلی هم بهتون گفته بودم روش میزنم تا این آیکون‌های جذاب برای ما بیاد. و اینجا دیگه شخصی سازیه دیگه، خودتون باید انجام بدید و طبق سلیقه‌تون شخصی سازی کنید. به عنوان مثال من الان از همین آیکون‌های فلافی آیکون روی جیمیل میزنم، انتخابش میکنم، یه مقدار ابعادش زومه. روی اوورلپ گروپ میزنم. حالا میام تو قسمت لیر و از قسمت اسکیل زومش رو کم میکنم. روی 90 بذارید خوبه. حالا روی سیو بالا میزنم و الان خیلی خوشگل شد. دوباره یه دونه آیکون دیگه مثل این اد میکنم با KWGT. حالا این دوتا ویجت رو دوباره میخوایم ببریم یه ذره بالاتر. روشون نگه میدارم، فاین پوزیشن رو میزنم، از قسمت موو با این جهت ها میبرمش بالاتر یه مقدار تا خیلی هم به این آیکون های پایین نچسبه. حالا دوباره میریم تو قسمت آیکون ها. 4 تا از برنامه های ضروری رو پیدا میکنیم و میاریم میذاریم بغل. حالا روی صفحه نگه میدارم، دوباره روی اد ویجت میزنم، میام پایین تر، KWGT رو انتخاب میکنم، اولش رو انتخاب میکنم، روی این میزنم و این ابعاد رو انتخاب میکنم. دوباره روش میزنم و از توی فلافی آیکون 2 تا آیکون دیگه میخوایم انتخاب کنیم. خب این خوبه، روش میزنم، اوورلپ گروپ رو میزنم، از قسمت لیر اسکیلش رو میزنم روی 90 تا زومش کمتر بشه، روی سیو میزنم. حالا برمیگردم عقب، دقیقا یه دونه دیگه هم مثل این اضافه میکنم به همین راحتی. نگاه کنید فقط با چند تا حرکت ساده ویجت هامون هم خیلی خوشگل و مجلسی ساخت. حالا بعد یه مدت استفاده از این لانچر میخوایم برگردیم به لانچر پیش‌فرض گوشیمون. چیکار باید کنیم؟ برای این کار روی صفحه نگه میداریم، میایم توی تنظیمات و میایم پایین، میایم تو قسمت ترابل شاتینگ انتخابش میکنیم. اینجا ریست دیفالت لانچر رو انتخاب میکنیم
و لانچر پیشفرض گوشیمون رو انتخاب میکنیم به همین راحتی و تمام. الان لانچر قبلی خودمون اومد. خب اینم از این لانچر و این ویجت ها که رو همه گوشی ها اجرا میشه. حالا یه سری ویجت های مخصوص گوشی های سامسونگ هم هست که بریم اونا رو هم براتون فعال کنم و آموزش رو ببندم. تو گوشی های سامسونگ برای اینکه به ویجت ها بهتر دسترسی داشته باشیم باید تنظیمات هوم اسکرین رو درست کنیم. برای این کار میام توی برنامه گودلاک و از تو قسمت هوم آپ هوم آپ رو روی آن میذاریم و هوم اسکرین رو فعالش میکنیم و میریم داخلش و اینجا DIY هوم اسکرین رو باید فعال کنیم، روشنش کنیم. خب حالا برمیگردیم عقب. توی قسمت خالی از صفحه من یه صفحه جدید اد میکنم. روی قسمت خالی از صفحه نگه میدارم، ویجت رو میزنم و میام روی فوتو ویجت ایزی انتخابش میکنم، اولی رو انتخاب میکنم، اد رو میزنم، روی براوز میزنم و از اون عکسایی که براتون اول فیلم گذاشتم روش میزنم و این عکس رو انتخاب میکنم، انتخابش میکنم و روی دان میزنم. این نوار رو روی 0 میذارم، اپلای رو میزنم. الان این عکس برای ما اضافه شد. نگهش میدارم، میارم روی قسمت خالی از صفحه. میخوام 4 تا برنامه روی این بذارم و یه حالت فولدر مانند درست کنم. و خب 4 تا برنامه اصلی رو که خیلی استفاده میکنیم به عنوان مثال من حالا 4 تا سریع انتخاب میکنم و میارم روی صفحه روش نگه میدارم. خب حالا این 4 تا که اد شد دقیقاً کنار هم میذارمشون. حالا روی قسمت خالی از صفحه نگه میدارم، DIY رو میزنم، روی این فولدر میزنم، یه ذره بزرگترش میکنم تا این برنامه‌ها توش جا بشن و جاشو تنظیم میکنم. حالا یه بک میدم، دوباره روی صفحه نگه میدارم، DIY رو میزنم و این 4 تا برنامه رو انتخاب میکنم همشون و روشون نگه میدارم، میارمشون روی این فولدری که ساختیم و خیلی جذاب قرار میگیرن. یه مقدارم زومش رو میتونید کم و زیاد کنید که سلیقه‌ایه. دیگه جاشو تنظیم میکنید و اوکی. اگه یه مقدارم مرتب نبودن مرتبشون میکنید. حالا اینجا من 2 تا آیکون میخوام با KWGT اد کنم که قبلا اینجا اد کردم. تو همین فیلم هم با هم یاد گرفتیم که چجوری اد کنیم. این 2 تا رو نگه میدارم و کنار فولدری که الان ساختیم جایگذاریشون میکنم. خب حالا اوکیه. خب حالا دوباره میام روی قسمت خالی از صفحه نگه میدارم، روی ویجت میزنم و میام پایینتر فوتو ویجت ایزی رو انتخاب میکنم، اولی رو انتخاب میکنم، اد رو میزنم و اینجا روی براوز میزنم و از اون عکسایی که براتون گذاشتم یه دونه عکس دیگه است برای پوش است، خیلی خوشگله. این عکسی که انتخابش میکنم، دان رو میزنم و این نوار رو روی 0 میذارم و اپلای رو میزنم. حالا روی این ویجت یا همون پوشه نگه میدارم و میارم این بالا میذارمش. حالا روی صفحه نگه میدارم، DIY رو میزنم، روی این پوشه میزنم و زومش رو درست میکنم، اندازش رو اوکی میکنم و بالای این پوشه قرارش میدم. و دیگه فیلم رو براتون خلاصه کنم دیگه، 4 تا برنامه هم اینجا از توی منومون اد میکنیم و کنار هم قرارشون میدیم. خب این آموزش هم به پایان رسید. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. حتما کانال یوتیوب من داشته باشید، کلی فیلم و کلی آموزش خفن منتظر شماست. حتما سابسکرایب کنید و انرژی بدید. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. خدا نگهدار.